اگه فردا شغلتو از دست بدی بدون عنوان، بدون سازمان، به سوال من کی هستم چه جوابی میدی؟ خیلی از ما ناخودآگاه هویتمون رو به عنوان شغلیمون گره زدیم، اونو یکی کردیم و این به خاطر اینه که محیط کار معمولا این رو از ما میخواد و ما هم باورش کردیم. و وقتی که این عنوان شغلی به هر دلیلی تغییر میکنه، چه اخراج، چه تغییر شغل، بحران هویتی شروع میشه. پژوهش‌ها نشون میده که 20% افرادی که شغلشون رو از دست دادن دچار بحران هویت شدن. اینم به خاطر اینه که هیچ وقت اون کسی که هستن رو از اون کاری که انجام میدن جدا نکردن، این دوتا رو یکی کردن. از خودتون این سوال رو بپرسید که چقدر از وقت و انرژیتون صرف تجربه کردن زندگی میشه به جای اینکه مدام نشون بدید که چه کسی هستید و چه مهارت‌هایی دارید. به عنوان تمرین توی کامنت بنویسید که بدون عنوان شغلی خودتون رو چی معرفی